بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو تلویزیون ملی افغانستان، سلام و وقتتان بخیر. به یکی دیگر از برنامه‌های میهن من خوش آمدید. در این برنامه تلاش کردیم تا روند ساخت پروژه شاهراه هرات غور را به تصویر بکشیم. فعلا ما در منطقه زمان آباد از مربوطات ولسوالی پشتون زرغون هرات هستیم. کار در ساحه به گونه منظم جریان داره. از شما دعوت میکنم که تا پایان بیننده برنامه ما باشید. فکرونه مپاخدی خودوانه دسته مینا، خودوانه دسته مینا، دزړه درزه میتی هر ساکی یادوم دی، وطن جوړوم دی، وطن جوړوم دی، ویل بمی ګټم دی، اوس وایم ساتم دی، وطن جوړوم دی. این پروژه که حدوداً 30 کیلومتر به مبلغ حدوداً 1,600,000 افغانی در مقابل معدن قرارداد شده که این دیزاین از این هم قبلا شده بوده که یونپس بسیار یک دیزاین استاندارد کرده که تقریبا در حدود 3 میلیون دلار به دیزاین از این مصرف شده. یکی از پروژه های نمبر 1 افغانستان. 100% ما با مردم خود اطمینان میدیم که این پروژه استاندارد کار میشه، چون ناظرین بیترین ناظرین از کابل داریم و انجینرهای ورزیدی که اکثر از اینا مستری دارن. 11 انجینر که مستری داره در بخشای گوناگون به این پروژه مشغول کارن که انشالله به همین سیمایی که ما 2.5 سال وقت داری پروژه، ما با مردم خود 100% قول میدیم که به طور استاندارد، یعنی انشالله جاده دائمی برای از اینا بسازیم، انشالله به ظرف 2 سال تمام کنیم. و شما بیشتر معلومه که مردم افغانستان علاقه به بازسازی 100% داره. این مردم محیط هم 100% با ما همکارن و ارگانهای دولتی همکارن. روی هم رفته همگی مردمی که در همین سرک رفت آمد دارن، مردم افغانستان برای ما همکارن. هواوی دی ششنیگی، هواوی دی ششنیگی، او بدی مهار کړو چې پریمان شي غنم دی، وطن جوړوم دی، وطن جوړوم دی، ویل بمی ګټم دی، اوس وایم ساتم دی، وطن جوړوم دی، وطن جوړوم دی، جانان خندوم دی، دښمن ژړوم دی، وطن جوړوم دی، وطن جوړوم دی. عرض ازی که هسته، عرض موثر ازی تقریبا 12.5 متر میشه که از این 12.5 متر ما یک عرض داریم که به نام گراجوی یا عرض موثر میگن که 7 متر و 30 سانت هست. دیگه شولدرهای داره که به 2 طرف گراجویت قرار میگیره که اونا از لحاظ تکنیکی از 1.25 تا 2 متر در نظر گرفته میشه که در این پروژه 1.5 در نظر گرفته شده که میشه 3 متر، یعنی 7.3 7.5 اونجا میشه، تقریبا 3 متر اوینا میشه 2.5. 2 متر دیگه هم که هسته ما خاکی داریم که به 2 طرف قرار میگیره، یعنی در مجموع عرض از 12.5 متر هست. ضخامت اسفالت از 18 سانتی متر و زیرسازی ها از هم که میشه تقریبا 1.23 سانتی متر هست. 1 متر و 23 سانت این زیرسازی میشه. شهرهای هرات غور که جمله شهرهای مرکزی این کشور به ایجاد به حساب می آید که با عبور از ولایت غور، بامیان، میدان وردک با کابل وصل می شود. با اعمار این شهرها سهولت های لازم برای رفت آمد شهروندان ایجاد می شود که از گلوله‌های زمستانی، خطرات ترافیکی و خرابی های راه از بین می رود و همچنان کسایی که مریض دارد میتونه در عرصه وقت مریض خود را به مراکز صحی در ولایت هرات انتقال بدهد و همچنان برای زارعین که میتواند محصولات خود را در عرصه وقت به هرات انتقال بدهد و برعکس از هرات به
غور انتقال بدهد و از خرابی و فاسد شدن این محصولات جلوگیری می شود و همچنان مسیر هرات غور که 360 کیلومتر طول دارد، این مسیر را فعلا در طی 25 تا 26 27 ساعت طول می کشد. مردم این مدت را طی می کند و با اعمار و با تکمیل شدن این شاهراه شهروندان می تواند که این مسیر را در مدت 7 یا 8 ساعت طی بکند. خودزوانه دسته مینا فکرونه مپاخدی، خودزوانه دسته مینا، خودزوانه دسته مینا، دزړه درزه میتی هر ساکی یادوم دی، وطن جوړوم دی، وطن جوړوم دی، ویل بمی ګټم دی، اوس وایم ساتم دی، وطن جوړوم دی. ما مردم که خیلی خوب میشه، مردم کشاورزی، اینجا ما کشاورزی میکنیم، مثلا میوه خود، دانه خود، بار خود همگی به زودترین فرصت بشه به انتقال میدیم. با ما مردم خیلی خوب میشه، هم لحاظ کشاورزی و هم لحاظ کاروبار ما به این مردم مروه خوب میشه. دیگه سرک بین المللی، سرک کاس عامل منفعه که کلی به قور میره، بعد از او به دایکندی و به کابل وصل میشه. اگه این سرک چیشه دیگه سرک کمربند میشه دیگه. ما از خدا راضیم که همینجا ما خود غریبا کار پیدا شد، سرک پخته میشه بخیر، خانه ما همینجا ما خیلی راضیم. ان شاء الله من ډیر خوشاله دي، امارات اسلامي سره ډیر خوشاله شي، د لیمور سره کار سوي د بل کشورونو سره منسي و دغه کارونه مرتضی سوي د له کار کوونه. ان شاء الله د امارات اسلامي سره ډیر خوشاله اوسو، د لیمور سره کار ونی. ما خوشحال اینجا کار کنیم، خوب جایه، خوب زندگی همینجا، ما خانه همین جایه، همینجا کار میکنیم، خوشحال از امارات اینا، خوشحال اینجا کار باشه. دوم دی دښمن جوړوم دی، وطن جوړوم دی، وطن جوړوم دی، د حسن سوداګری رنگونه دی راوړي، کاروان د ګلابوي عطرونه دی راوړي، کاروان د ګلابوي عطرونه دی راوړي، عطرونه دی راوړي، بڼه د رشید فرش در ترزه کېږدم قدم دی، وطن جوړوم دی، وطن جوړوم دی، ویل بمی ګټم دی، اوس وایم ساتم دی. از هرات حرکت کردیم طرف اوبی میریم، ما خود ما اوبی زندگی میکنیم، این راه همیشگی رفت و آمدمونه و ما فوق العاده خوشحالیم و این کار نیکیه که این سرک درست میشه. سالهای سال ما مردم از این ناحیه رنج بردیم، از این سرک و از خرابی از این راه و از اینکه مردم مریض داشتن و با مشکلات روبرو بودن، دست و پنجه نرم میکردن. و حالا که ما میبینیم الحمدلله وطن رو به ترقی، آبادی و زحمت‌هایی که میکشن واقعا قابل ستایش. ما واقعا تقدیر و ستایش میکنیم و کارهای نیکی که جریان داره. ما میبینیم که در سر تا سر افغانستان آبادی در حال جریان، کار ساخت ساز، زیربناها و خیلی فوق العاده. عراق از اهمیت استراتژیک مهم برخورداره که ولایت غور به هرات وصل میکنه و چندین ولسوالی که از غور تا به هرات به ایران متصله. این دیگه از طرف امارات اسلامی افغانستان ساخته شده که خوب شد، دعا میکنیم موفق باشه. ما خوش هستیم که به کشورهای خارج مهاجر نشیم، هم کشور خود کار بسیار کنیم. خودزوانه دسته مینا فکرونه مپاخدی، خودزوانه دسته مینا، خودزوانه دسته مینا، د زړه درزه میتی هر ساکی یادوم دی، وطن جوړوم دی، وطن جوړوم دی، ویل بمی ګټم دی، اوس وایم ساتم دی، وطن جوړوم دی، وطن جوړوم دی، جانان خندوم دی، دښمن ژړوم دی، وطن جوړوم دی، وطن جوړوم دی، د حسن سودا. برای یک کسی اهمیت بیشتر واضح است که به این مسیر حداقل یک بار رفت آمد کرده باشه.
یعنی کسی که به این مسیر رفته باشه وقتی امروز این سرک و این مسیر و این شاهراه ساخته میشه اهمیت ازی بسیار به او قابل درک و ارزش از را به اساس بدون شک من بسیار زیاد تشکر میکنم و این کار و این اقدام مسئولین امارت اسلامی قابل قدر و قابل تشویقه. از لحاظ اقتصادی این سرک و این را بسیار میتونه با ارزش باشه و بسیار میتونه با اهمیت باشه. فرضاً به این مسیر وقتی سرک و راه ساخته میشه یک از گپای اساسی ایه که از لحاظ اقتصادی مردم غور میتونن بسیار از پیداوار زراعتی که دارن یا از لحاظ رفت آمد بسیار یک مصارف هزینه بالای فعلا اینجی داره و این مسیر داره که از اینا جلوگیری میشه. از لحاظ تعلیم و تربیه اگر نگاه کنیم بسیار با اهمیت و با ارزشه، چون بسیار از جوانان غور هستند که به دلیل دوری راه و مصارف هزینه بالا نمیتونن که به هرات آمده و یا ای که از هرات امکانات تحصیلی به اونجا برده شوه و فراهم شوه تا اونا تحصیل کنن. از لحاظ تحصیلی هم ایرا میتونه به این مردم بسیار مفید تمام شوه. از لحاظ صحی اگر ما نگاه کنیم و ببینیم بسیار وقتا شده که به دلیل دوری راه و سردی و برف و بندش مسیری راه در زمستان یا حتی در تابستان بسیار از مریضات تلف شدن، از بین رفتن، مردن به دلیل از اینکه راه دور بوده یا راه خراب بوده. به اساس از این لحاظ هم که نگاه کنه از لحاظ صحی هم میتونه به این مردم و هم برای هرات از لحاظ اقتصادی و هم برای مردم غور از لحاظ زراعتی، اقتصادی، صحی و تعلیم و تربیه با ارزش و با اهمیت باشه. خیلی خوشحالیم از این که شروع شده این کار سرک ساخته شده. مسیر طولانی 4-5 روز ما به 2 روز حل میشه. خودزوانه دسته مینا فکرونه مو پاخدی خودزوانه دسته مینا خودزوانه دسته مینا دزړه درزه میتی هر ساکی یادوم دی وطن جوړوم دی وطن جوړوم دی ویل بمی ګټم دی وسوایم ساتم دی وطن جوړوم دی وطن جوړوم دی جانان خندوم دی دښمن ژړوم دی وطن جوړوم دی وطن جوړوم دی د حسن سوداګری رنگونه دی خیلی ما مشکل روبرو بودیم. یعنی از اینجا ما تا به شهر میرفتیم ما 4 ساعت به این راه همین خریبی راه موتر نمیره بسیار بدبختی میرفتیم ما. حالا اگه سرک درست بشه خیلی هم منفعت خود ما مردم هم به تا به اوبی تا به چش تا به مقصد ازی تا به قور تا به کابل که همین سرک همین راه قرار درست بشه. اگه بشه ما خیلی خوشحال میشیم. خیلی هم خوب بود. خیلی هم خوشحالیم که سرک بسیار کاری شروع شده فعلا. خیلی خوب پیشرفت هم فعلا خوبه. خیلی به منفعت ما مردم خیلی خوبه. اگه این سرک به امید خدا درست بشه خیلی خوبه. پروژه ما در حدود 3 ماه میشه کارش آغاز شده. عملا در ساحه کار تا فعلا قناعت بخش است برای ما. از اینکه زمان کمتر کار آغاز شده یک مدت موبیلیزیشن چیزا رو در بر میگیره. کار با کیفیت فعلا پیش میره و همچنان از نظر سرعت هم فعلا خوب است و پروژه خوشبختانه در بدل معدن است و شرکت هم متحد است که کار پروژه را به وقت زمان تکمیل بکنه. اداره محلی ولایت هرات با تمام توان تمامی پروژه های زیربنایی ولایت هرات زیر نظر دارد. بلخص پروژه مهم و حیاتی سرک هرات غور که با ساختن تکمیل شدن این سرک هرات غور مشکلات بسیاری از مردم ولایت هرات و ولایت غور حل می شود و اداره محلی هرات متعهد بزی است تا این پروژه مهم با شفافیت کامل و با سرعت و به طور خوب و عالی به پایه تکمیل برسد. وطن جوړوم دی وطن جوړوم دی د حسن سوداګری رنگونه دی راوړي کاروان د ګلابوي عطرونه دی راوړي کاروان د ګلابوي عطرونه دی راوړي عطرونه دی راوړي باڼه د رشید فرش در ترزا کېږدم قدم دی وطن جوړوم دی وطن جوړوم دی ویل
بمی گټم دی وسوایم ساتم دی وطن جوړوم دی وطن جوړوم دی جانان خندوم دی دښمن ژړوم دی وطن جوړوم دی وطن جوړوم دی. بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو تلویزیون ملی افغانستان، داشته های برنامه امروزمان که از جریان ساخت پروژه شاهراه هرات غور تهیه شده بود همین قدر بود. تا برنامه دیگر و وقت دیگر همه شما را به خداوند بزرگ می سپارم. شاد و تندرست باشید.